سن به لا اکراه فی الدین رسیدیم. سابقش 14 قرنه. قبل از اینکه روسو، قبل از اینکه ژان پل سارتر، قبل از اینکه مارکس، قبل از اینکه لنین به ذهنشون بیاد که چه این حرفایی رو میشه زد، قبل از اینکه فشار کاتولیک پروتستان ظاهر بشه و این جمله ها ارزش پیدا کنه، ما لا اکراه فی الدین را مطرح کردیم در تاریخ. شما که مدعی آزادی و فکر و اندیشه هستید، مدعی روشنفکری و حقوق بشر هستید، آیا هنوز نمی‌دانید که این ملت چه خواهد و این مبارزه چه مبارزه‌ای و علیه چه در قرار چه مردم خیال کرده است؟ لااقل این حرفها رو در حضور ما تکرار نکنید.